درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار نهم. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمن تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب یکم، باب چهارم. در همه این کارها کوروش مقام اول داشت. آشوریانی که توانستند محاصره را رخنه نمایند رو به گریز نهادند. مادها باشند قدم به قدم آنها را تعقیب نموده به گریختنشان مانع می گشتند. به مانند سگ شکاری اصیل ولی بی تجربه‌ای که به خوک هجوم می کند، کوروش هم به شوق و پیش شتابیده دشمنان احاطه شده را نیست و نابود می ساخت و درباره چیزی دیگر اندیشه نمی کرد. دشمنان مشاهده کردند که یک قسم لشکری آنها در کدام وضعیت دشوار قرار گرفت. پس با همه قوه‌هایشان به پیش حرکت کردند. توجه مادها را به طرف خود جلب نمودند و برای تعقیب عقب نشینانشان مانع شدنی بود. اما کوروش حتی در فکر توقف کردن حرکتش هم نبود، بلکه برعکس با شوق و الهامش به تعقیب دشمنان ادامه میداد و عمک خود را نیز به این طرز کار دعوت کرده دشمنان را به گریز بی سر و سامان وادار نمود که اکثر که شاید از پدرش شرم کرده باشد نیز از پی کوروش رفت و کوشش میکرد که از او خفا نماند. همه جنگاوران دیگری مادها از جمله آنهایی که با شجاعت خاصه در مقابل دشمن فتح میکردند نیز مشغول تعقیبات دشمن بودند. وقتی استیک دید که سربازانش بی‌پروایانه به تعقیب دشمن می‌شتابند و آن در حالی بود که قوه حربی دیگری دشمن به سوی آنها با صف‌های یکلخت شده حرکت می‌کرد، از پسرش و کوروش خوف برد که مبادا آنها دسته‌های جنگی خود را بی نظام و ویران نموده با دشمنی به جنگ آماده شده روبرو دچار آیند و ضرر نبینند. برای همین او فوراً جنگاورانش را به مقابل دشمن روانه کرد. هجوم سربازان مادها را مشاهده نمودند. جنگیان رقیب
باز ایستادند، نیزه هایشان را به پیش دراز کرده زیه کمانها را کشیدند و باوری داشتند که مادها نیز به مسافه تیری کمان نزدیک شده، مانند آنکه معمولاً چنین رفتار می نمودند در جایشان باز می ایستند. پیشتر وقتی که جنگاوران آنها نزدیک می شدند، سواره ها با سرعت تاخته به جانب دشمن نزدیک می شدند و تیر کمانها را به سوی دشمن تا بی وقتی شام می پرتافتند. اما اکنون چو دشمنان دیدند که سربازانشان در جستجوی نجات جانشان به جای می دویدند که قوه‌های اساسی آنها قرار گرفته بودند و چگونه جنگاوران کروش آنها را تعقیب می کنند و خود استیک با سوارهایش الکی در مسافه یک تیر کمان به آنها نزدیک می آمد، به عقب گشته رو به گریز نهادند. مادها آنها را تعقیب کرده شماره زیادشان را اسیر گرفتند. هر کسی را که به دستشان می افتاد هم آدمان و هم اسبها را می کشتند و از حال رفتگان و بیمدار شدگان را در جایشان به قتل می رسانیدند. آنها تعقیبشان را تا دمی بس نکردند که به جنگاوران پیاده آشور نزدیک آمدند. آنجا از ترسی در کمین ماندن توقف نمودند. بعد این استیک لشکرش را به عقب گرداند و از غلبه جنگاوران سوارش از تحت دل شادی می کرد و حتی نمی دانست که درباره کروش چطور اندیشه داشته باشد. استیک می فهمید که برای غلبه از او قرضدار است، اما در عین زمان می دانست که جسارت کروش با بی‌پروایی همبستگی دارد. حتی هنگامی که لشکر به خانه‌اش برمیگشت، کروش از همه جدا شده در میدان جنگ دور زده مردگان را معاینه می کرد. در باریانی که آنها را استیک فرستاده بود، با دشواری کروش را از این میدانی تماشا کنده به نزد شاه آوردند. کروش با تمام قوه‌اش کوشش می کرد که از همراهان همسفرش دور نماند، زیرا چهره قطعی بابایش را چنین دریافت که به سویش جدی می نگریست. در بین مادها چنین بس حکم فرما به نام کروش ورد زبان همگان گشته بود. او را در سرودها مدح و ثنا می خواندند و در نطقهایشان ستایش می کردند. استیک که پیشتر هم او را از دیگران فرق می کرد، اکنون به کلی مفتونش گردیده بود. پدر کروش کمبیس با خبردار شدنش از همه این حادثه ها خیلی شادی می کرد. اما چون شنید که کروش کارنمایی نشان داده است که شایسته مردی بر کمال است، او را برای اجرا نمودن وظیفه های باز خواند که بر دوش همه پارس ها واگذار شده است. چنان که نقل کرده اند، خود کروش نیز در آن هنگام اعلام داشته است که می خواهد آنجا را ترک نماید تا که ناراضگی پدرش را نسبت به خودش بیدار نساخته سزاواری سرزنشی حاکمان نگردد. استیک ضرورت جواب دادن کروش را اعتراف کرد. استیک که از کروش امیدهای زیاد داشت و او را دوست می داشت، هر گونه اسب‌هایی را که موافق به طبع دل کروش بودند و بسیار چیزهای دیگر را به او هدیه نمود، زیرا باوری داشت که کروش به مرد تبدیل خواهد یافت که
برای دوستان مفید و برای دشمنان سهمگین و هولناک می شود بست و استیک او را به خانه‌اش گسیل کرد. کوروش را که به وطنش می رفت همه بچگان، همسالان، کلانسالان، پیرانسالان و خود استیک اسب سوار گسیل می کردند. می گویند که همه آنها بعدی به خانه برگشتنشان از گریه خودداری کردن نتوانستند. همچنین می گویند که کوروش نیز هنگامی رفتنش به شدت گریسته است و از هدیه هایی که استیک به او داده بود بسیاریشان را به همسالانش تقسیم نموده است. حتی لباسی زیبای مادی را که به بر داشت از تنش کشیده به شخصی داد که او را بیشتر از دیگران دوست می داشت. در برابر این علاوه می کنند که هر کسی که از کوروش هدیه گرفته بود آنها را نزد استیک می برد و او باشد آنها را باز به نزد کوروش می فرستاد. اما کوروش آنها را به سوی مادها فرستاده فرمود که به بابایش چنین گوید: اگر خواهی بابا جان که باز به نزد تو بیایم و در ماد از کسی شرم ندارم، بگذار این عامها در دست آنهایی بمانند که من برایشان هدیه کردم. چون استیک این سخنان را شنید آنچنان رفتار کرد که کوروش از او خواسته بود. کوروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی ها تصویر می کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کوروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب یکم، باب پنجم. پس کوروش به فارس برگشت و چنان که گفتند 1 سال دیگر را در میان همسالانش سپری کرد. در اول آنها کوروش را مسخره کرده مذمت می کردند که گویا به عیش و عشرت در ماد عادت کرده است. اما چون همه دیدند که کوروش همراهانشان با همان اشتهای شبیه آنها غذا می خورد و می نوشد و در یگان ضیافت باشد نسبت به آن که خوراکی علاوگی پرسد آماده است به یگان کس یک حصش را بدهد و گذشته از این برتری او را در مقایسه با همه آنها در همه چیزها پی بردند و پس دوباره به اطاعت کوروش در آمدند. چون کوروش از ایام کودکیش گذشته به درجه افیب‌ها رسیده بود، در بین آنها نیز در همه کارها دلیرترین، با طاقت ترین و با انتظام ترین و فرمانبردارترین شخص در نزد راهنمایان و سرشار از احترام کهنسالان محسوب می یافت. بعد چند مدت استیک در ماد وفات کرد و کیاکسر پسری استیک و برادری مادری کوروش به تخت شاهی نشست. شاه آشور که تمام سوریان مردمی به طور عادی کم شمار را استیلا کرده، شاه عرب ها را که مردمی گیرکانیا
جورجان را مطیع کرده باختریان را محاصره کرده بود به اطاعت خیش در آورده بود. تا این وقت تصمیم گرفت که اگر دولت ماد را ضعیف سازد به او حکمرانی بر همه خلقهای اصطلاح شده میسر خواهد گشت، زیرا او باوری داشت که مادها از همه خلقهای همسایه دیگر تواناترند. بنابراین او به تابعانش اینچنین به نزد شاه لیدیا کرز، شاه کپادوکیا، هم به نزد شاه هر دوی فریگیا، هم به پفلاگونیا، هند، کاری و کلیکیا سفیرانش را فرستاد که بر ضد مادها و پارسها تهمت و بهتانها زنند. شاه آشور به واسطه سفیران خود خبر داد که هر دوی این خلقها یعنی مادها و پارسها بزرگ و توانایند و متحد شده با هم اتحاد بسته‌اند و برای دولت‌های همسایه خطر دارند. اگر برای سست کردن پارس‌های و مادها چاره‌های سری وقتی اندیشیده نشوند، آنها با نوبت به همسایه‌های خود هجوم آورده همه خلقها را مطیع خویش می‌سازند. حاکمان زیاد به سخنهای این سفیران باور کردند. دیگران را با هدیه‌ها و پول که شاه آشور از آنها کمبودی نداشت به خود جلب کرده با آنها به قصد دفاع و هم هجوم اتحاد بستند که اکثر پسری استیک از فتنه هایی که به مقابل او انگیخته می شدند و از تیاری دشمنان برای هجوم واقف گردیده در حال خودش تمام امکانیت ها را به کار برده به چاره های جوابی شروع نمود. او به نزد حکومتداران فارس و کمبیس شاه فارس که با خواهرش در ازدواج بود سفیرانش را فرستاد. اینچنین به کروش نیز مراجعت و خواهش نمود که اگر حکومتداران فارس به آنجا قوه‌های حربیشان را فرستانند فرماندهی لشکر را به دوش گیرد. تا این وقت کروش 10 سال را در بین افیب‌ها گذرانیده الکی به درجه مردانی بر کمال رسیده بود. شما گفتار نهم را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.